اگه تازه آرایشگر شدی، قبل از اینکه دلزده بشی به این 3 موضوع خوب گوش کن. 1. تا مو نزنی و تکرار و تمرین نداشته باشی هیچ نتیجه‌ای نمیگیری. صرفا فقط جارو زدن و شاگردی کردن تو رو به درآمد نمیرسونه. در کنارش مو بزن و آزمون خطا کن، حتی شده رایگان. 2. درگیر تله ابزار نشو. هر چی که میبینی و نخر. هیچ وسایل تکمیلی وجود نداره که کارتو به 100 برسونه. اون مهارتته که کارتو به 100 میرسونه. روی مهارت هات کار کن و پله پله وسایلتو ارتقا بده. 3. خودتو با هیچ کس مقایسه نکن. تو این مسیر گذشته یه نفر و امروز تو با هم متفاوته. تنها رقیب تو توی این مسیر گذشته خودته، دیروز خودته. روزانه خودتو ارتقا بده، دیدگاهت کیلومتری باشه و میلیمتری قدم بردار. تو پیجم دلایل رشدمو میگم، دوست داشتی میتونی فالو